سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم دوره. با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستیم در آکادمی آموزش رادمان. توی این ویدیو قصد داریم در رابطه با PHP صحبت بکنیم و همینطور که فکر کنم توی جلسه قبل بود ما در رابطه با نیازمندی ها و پیش نیازهای PHP صحبت کردیم. این دوره ازشون استفاده بکنیم و قسمت اول رو با هم دیگه جلو بریم. خب من شروع میکنم به چیزایی که یه دوره بکنم، چیزایی که داشتیم وقتی که توی CMD دستور PHP ورژن رو من تایپ بکنم. حتما باید ورژن PHP رو داشته باشیم. خب میبینید که ورژنش رو داریم، ورژن 8.12 CLI داره استفاده میشه و اگر نرم افزار زمپ کنترل رو هم که آموزش نصبش در جلسه پیش گفته شده کامل داشته باشین، با استارت کردن گزینه اول که آپاچی هست وب سرور ما استارت میشه و برای استفاده از دیتابیس، همون موضوعی که توی جلسه قبلم عرض کردم، دکمه استارت رو بزنیم MySQL برای ما استارت میشه و همینطور نرم افزار مدیریت دیتابیس PHP MyAdmin برای ما در دسترس. خب بریم سراغ اولین کدهای PHP و ساختار کدهای PHP، ببینیم که قضیه از چه قرار داره. من بروزر رو باز کنم. زمانی که ما نرم افزار زمپ رو در حال اجرا داشته باشیم، یعنی دیتابیس رو کاری نداریم، همین آپاچی رو در حال اجرا داشته باشیم، ما اگر لوکال هاست رو بنویسیم و توی بروزر اینتر بکنیم، باید چنین صفحه‌ای به ما بده. من اینو بزرگش بکنم. خب توی جلسه قبل این توضیح رو مجددا عرض کردم. وقتی که می‌نویسیم لوکال هاست، یک داکیومنت روتی رو زمپ برای خودش در نظر میگیره که اگر داخل درایو C جایی که زمپ نصب شده بیایم پوشی زمپ رو باز بکنیم و پوشی htdocs رو باز بکنیم، اینجا داکیومنت روت وب سرور هست. یعنی وقتی می‌نویسیم لوکال هاست یا IP داخلی 127.0.0.1 رو وارد می‌کنیم عذرخواهی می‌کنم وارد میکنیم، خب مستقیم باید بیاد اینجا، یعنی آدرس رو که وارد میکنیم مستقیم میاد اینجا دنبال فایل ایندکس یا فایل هایی که براش تعریف شدن مثل index.html, index.php, home.php، دنبال اینا میگرده که اجراشون بکنه. خب همینطور که ما الان لوکال هاست رو وارد کردیم، اومده این index.php رو باز کرده و این index.php این محتوا رو بهش پاس داده. من اینا رو پاکشون میکنم و مسیر داکیومنت روت هم الان فعلا هیچی توش نیست. خب مسلما وقتی مجددا بیام اینجا بنویسم لوکال هاست، هیچی اونجا برای اجرا کردن نیست. خب بریم اولین فایلمون رو بسازیم. اینجا من یه نیو فولدر بسازم، اسمشو بذارم S1، برم داخل این پوشه و یک فایل جدید بسازم، اسمشو میذارم ایندکس و پسوندشو میذارم PHP. بیاس میکنم. خب این اولین در واقع فایلی هست که ما با پسوند PHP درست کردیم. بزرگترش میتونم کنم، بله اینطوری بکنم که شما ببینید. اولین فایلی هست که با پسوند PHP درست کردیم و میتونیم اجراش کنیم. چطور میتونیم اجراش کنیم؟ خب داکیومنت روت که گفتیم داخل htdocs، اما ما یه پوشه ساختیم به اسم S1، پس مسلما اینجا باید بگیم /S1. خب اگر من /index.php رو بنویسم و اینتر رو کنم، این اون فایل index.php ما هست که الان برای ما اجرا شده، اما چون هیچ چی توش نیست سفیده. خب میریم اون رو ادیت بکنیم. این پوشه رو روش کلیک راست میکنم. ببینم اینجا میتونم اوپن کنم با نه اینجا نداره. خب میرم توی VS Code. خب اینجا میخواستم این رو یه توضیح ریزی بدم. استفاده کردن از هر IDE یا ادیتوری برای نوشتن کدهای PHP فرقی نمیکنه. اینکه کدوم IDE و کدوم ادیتور از هم بهترن، این چه مزیتایی داره، اون چه معایبی داره، این پروز از کانز همه IDE ها دارن و شما میتونید IDE مورد علاقه خودتون رو استفاده بکنید. فرقی نمیکنه، چون صرفاً کدهایی که ما می‌نویسیم رو باید درون اون فایلی که قصد داریم ذخیره بکنیم برای ما ذخیره بکنن. این تنها استفاده ایه که در واقع به صورت اولین گام
از این ادیتور میشه. یعنی ما میتونستیم خیلی راحت همین فایل PHP که ساختیم رو با یک ابزاری مثل نوتپد خالی بازش بکنیم و محتوایی که میخوایم رو داخلش بنویسیم. هیچ فرقی نمیکنه، یعنی ما فعلا فقط میخوایم محتوا رو داخل اون داشته باشیم. خب من مجددا میام توی VS Code رو انتخاب میکنم برای استفاده کردن توی این پروژه. شما میتونید از ابزارهای دیگه هم استفاده بکنید، مثلا IDE معروف JetBrains که PHP Storm رو توسعه دادن، خیلی IDE معروف و خوبیه. IDE های دیگه هم هستن که حالا کسایی که دوست دارن میتونن ازش استفاده بکنن. البته ما به سمت اون هم خواهیم رفت. خب من اوپن فولدر میکنم، وارد درایو C میشم، پوشه زمپ htdocs s1 این رو سلکت فولدر میکنم. خب همینطور که میبینید اینجا تراست بودن رو میخواد، من تراست میکنم و فایل رو اینجا برای ما آورده. و اگر من اینجا بخوام شروع کنم نوشتن داخل این فایل، خیلی راحت میتونم کار خودم رو انجام بدم. خب توی فایل این بالا گزینه فایل یک گزینه داره به اسم اتوسیو. این اتوسیو کمک میکنه که شما زمانی که دارین کد نویسی میکنین کدهاتون به صورت اتوماتیک ذخیره بشه و اگر حالا نمیدونم برق رفت، اتفاقی افتاد و شما نتونستین سیو بکنین، این مسئله براش به وجود نمیاره و در واقع کمک شما میکنه که در حال نوشتن ذخیره هم بکنید. میریم سراغ ساختار اصلی کدهای PHP. خب همینطور که میبینید هر زبان برنامه نویسی یه ساختاری رو برای خودش داره. ساختار PHP این شکلیه که یک علامت بزرگتر، علامت سوال و کلمه خود PHP رو وارد میکنید و جایی هم که میخواد کدها تموم بشه این علامت رو هم مجددا وارد میکنید. من اینو بزرگترش کنم این بر. اوکی، پس ساختار یک فایل PHP این شکلیه که دو تا چیز رو باید رعایت کنیم. یک، فایلی که ساخته میشه حتما .php باشه و کدهای PHP که میخوایم بنویسیم حتما داخل این دوتا علامت باشه. این رو کامپایلر PHP برای ما میتونه کامپایل کنه و کدهای PHP داخلش رو اجرا کنه. خب حالا سوال میپرسن که مگر داخل فایل .php ما چیزی دیگه هم مینویسیم که حتما میگی کدهای PHP داخل این باید باشن؟ بله، ما همیشه تلفیقی از کدهای PHP و HTML خواهیم داشت. حالا چطوری با هم تلفیق میشن رو الان جلوتر عرض میکنم خدمتتون. خب من اینجا اولین خط PHP رو شروع میکنم به نوشتن. IDE ها ببینید حسنشون همین قضیه‌ایه که الان پیش اومده. ببینید قرمزش کرده و میگه یک خطایی وجود داره. حالا درست ما این خطا هنوز کامل نکردیم، اما خب شما رو از دردسر زودتر آگاه میکنه و شما میتونید اون مورد رو زودتر اصلاح بکنید که به زمان اجرا نکشه. خب اولین کاری که ما انجام میدیم داخل PHP اینه که دستور اکو رو می‌نویسیم. دستور اکو دستوریه که شما اگر بخواید یه چیزی رو در خروجی چاپ بکنین از اکو باید استفاده بکنین. اکو میکنم مثلا welcome to this learning class. یه چیزی نوشتم حالا شده. و چیزی که خیلی مهم و خیلی حیاتی هست داخل کدهای PHP اینه که انتهای تمام دستوراتمون حتما باید سمیکالن رو بذاریم. خب یه استثنایی هم هست و تعریف شده است که اگر هر جایی فقط یک خط کد وجود داشت و انتهاش تمام شده بود به بلاک بسته PHP خورد یا بلاک بازوبسته سینتکس های داخلی مثل if و for و اینا که حالا جلوتر بهتون میگم، اونجا لازم نیست اگر نذارین توی خط آخرش سمیکالن رو خطا بهتون نمیده. اما این رو شما فراموش نکنین که پایان تمام خطوط PHP سمیکالن رو حتما بذارین. چیزی که من داخل دو تا دابل کوت گذاشتم اصطلاحاً، یک رشته است، یه متن، گفتم این متن رو برای من چاپ بکنه در خروجی. خب من سیو میکنم، هرچند که خودش اتوماتیک
اتو سیو روشن بود و سیو میکنه، اما عادتی که برنامه‌نویسا دارن دکمه کنترل اس هست. برمیگردیم به بروزر خودمون. خب یه رفرش میکنم، خب همینطور که میبینید اون متنی رو که بهش داده بودیم در خروجی برامون چاپ کرده و این نشون میده که کامپایلر PHP ما در بروزر درست داره عمل میکنه. خب حالا ما یک نحوه اجرای دومی هم برای فایل های PHP داریم که در واقع CLI بهشون میگیم، یعنی فایل PHP رو با کامپایلر PHP بدون بروزر اجرا بکنیم که خب ممکنه هر کاربردی برای خودش داشته باشه. مثلا داخل فریمورک ها من دارم میبینم توی CLI دستوراتی رو برای ساختن کنترلرها، ساختن مدل ها، مایگریشن ها و یعنی خیلی کمک کننده است. اینو ایجاد کردن تا کسایی با لاراول کار کرده باشن، مثلا آرتیزن لاراول دقیقا همین شکلی کار میکنه. من اگر یک ترمینال رو باز بکنم توی همین مسیر، دقت بکنید توی C XAMPP htdocs و S1 هست، یعنی اگر ما اینجا dir بگیریم اینجا فایل index.php ما وجود داره. اوکی، و بگم PHP اسم فایلم رو بنویسم، اینتر بکنم، دقیقاً برام داره اجرا میکنه و همون خروجی که من انتظار داشتم ازش رو که دستور اکو نوشته بودم رو داره برام چاپ میکنه. پس این داره نشون میده که کامپایلر PHP اوکیه، نصب دو حالت راه اندازی و اجرای کد ها رو هم دیدید. میریم سراغ ادامه داستان که با هم دیگه جلو بریم. بریم سرفصل رو بنده نگاه بکنم. بله، خب چیزی که اهمیت داره اینجا اینه که شما بدونید خود بروزر نمیتونه به صورت مستقیم فایل های PHP رو اجرا بکنه. حتما باید یک کامپایلر PHP وجود داشته باشه و پشت یک وب سرور اجازه اجرا شدن فایل های PHP رو بده و در نهایت خروجی رو به بروزر ارسال کنه و بروزر برای ما اونا رو نمایش بده. خب این زمپی که ما نصب کردیم در واقع یک آپاچی برای ما داخل خودش نصب کرده که این آپاچی همون وب سرور هست. وقتی که PHP رو روی سیستم نصب داریم و آپاچی هم به عنوان وب سرور داره عمل میکنه، شما میتونید داخل بروزر مستقیم فایل های PHP رو اجرا بکنید. پس چیزی که باید بدونید اینه که خود بروزر، حالا کروم، موزیلا، فایرفاکس یا هر چیزی، خودش توانایی اجرای فایل های PHP رو نداره و باید حتما کامپایلر و وب سروری وجود داشته باشه که بتونه براشون این شبیه سازی رو انجام بده. این از این مورد. خب یه مورد دیگه هم هست که من اینجا خدمتتون عرض بکنم. توی زبان برنامه‌نویسی PHP در واقع کیس سنسیتیو هست و به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. مثلا اگر این اکو رو من با سی بزرگ اینجا بنویسم، این اجرا نخواهد شد چون این فانکشن با سی کوچیک تعریف شده و در واقع به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. شما هر چیزی رو که میخواین بنویسین حروف کوچیک و بزرگش رو باید رعایت بکنید. خب 4 تا مورد مهم من در رابطه با فایل های PHP به شما بگم و بریم سراغ ادامه داستان. چند تا موردش اینجا گفتم. مورد اول اینه که پایان تمام دستورات PHP شما باید سمیکالن رو بذارید. اکثرا دیده میشه که کارآموزای عزیز کد رو نوشتن، درست هم نوشتن، اما خب توی اجراش به مشکل خوردن و وقتی میبینی یه سمیکالن انتهای دستور گذاشته نشده. خب این نکته مهمیه که حتما باید رعایت کنید. نکته دوم همین حساسیت به حروف کوچیک و بزرگ بود که خدمتتون عرض کردم. شما حروف کوچیک بزرگ رو حتما باید رعایت بکنید و اگر یک جایی از متغیر با اسم بزرگ استفاده کردیم، مجددا همون رو باید با اسم بزرگ استفاده بکنیم. اسم فانکشن ها، اسم کلاس ها و بقیه مواردی که با هم دیگه جلو خواهیم رفت همه کیس سنسیتیو خواهند بود. مورد بعدی اینه که فاصله ها در PHP مهم نیستن، اما بهتره شما رعایت کنید فاصله ها رو. فاصله ها منظور چیه؟ این فاصله‌ای که اینجا میبینید یه تبه. من زمانی که
این دو تا قسمت رو نوشتم، یعنی باز شدن PHP و بسته شدن تگ PHP رو نوشتم، اینجا یه دونه تب زدم. این تو رفتگی ها رو به خاطر اینکه کد خیلی تمیزتر باشه، خاناتر باشه، پیشنهاد میشه همیشه استفاده بشه. اما اینو بدونید که این فاصله ها اصلا اهمیتی نداره. من الان این فاصله رو اینجا حذف میکنم، میام اینجا رفرش میکنم و میبینید که هیچ تأثیری نداشت. خب این هم فاصله ها. اما خطاها، قضیه داستان خطاها اینجوریه که شما اگر خطایی در PHP داشته باشین، خود اکسپشن هندلینگ سینتکس های خود PHP به شما این خطاها رو گوشزد میکنه. مثلا ما اینو پاکش بکنیم، اینجا خب یه خطا داریم دیگه. خب رفرش بکنیم، میاد میگه که من بزرگش کنم شما بتونید مطالعه کنید، میگه سینتکس ارور. این سینتکس ارور داره میده، میگه چی؟ unaccepted token، این سمیکالونه، این خط فلان این فایله. میگه توی index.php خط 3 یه سمیکالن نذاشتید. خب نگاه کنید اینجا چرا خط 3 رو لحاظ کرده؟ چون که بعد از این سمیکالن رو متوجه نشده که انتهای این دستور کجاست و پریده به خط سوم. بیام اینجا دوباره رفرش بکنم، اون مشکل برطرف میشه و چون ما دیگه چیزی داخل این ننوشتیم، اینجا هم چیزی به ما خروجی نداده. مثلا کلمه معروف lower، این جمله اینجا میتونیم ملاحظه بفرمایید. خب این از نکات مهمی که من خدمتتون عرض کردم. یه مورد دیگه هست داخل کدهای PHP رعایت بکنید، خیلی عالیه و در واقع این نه تنها توسط افرادی که نوآموز هستن، بلکه توسط حتی افراد سینیور، اتفاقا تو سینیورها بیشتر استفاده میشه برای اینکه کامنت هایی رو بذارن داخل کدها و بعدا اگر این کد رو مجددا خواستن ریفکتور کنن، مجددا خواستن توسعه بدن کد رو، راحت بتونن که متوجه بشن کجا چه کارهایی انجام دادن، یا اینکه اگر کد رو در اختیار کسی دیگه قرار دادن، برنامه‌نویسی دیگه خواست بیا توسعه ای روی این کد انجام بده، متوجه بشه چه اتفاقی افتاده. خب توی زبان PHP کامنت اینجوری گذاشته میشه. کامنت چیه؟ تمپلیت اکو. من اینجا اینو برو کوچیک بنویسم. کامنت کدیه که در واقع زمانی که این فایل اجرا میشه اون خط اجرا نمیشه، اما راهنمایی برای شخصی که میاد سورس کد رو بخونه و بفهمه این چیه. مثلا من اینجا گفتم یه مثالی از اکوه، اینجا می‌نویسم اکو فانکشن، یه مثالی از اکو فانکشن. خب بیاید داخل بروزرمون اینجا خروجی رو ببینیم. ببینید هیچ چیزی برای ما اینجا چاپ نمیشه اضافه. من هرچی رفرش کنم چون اون یه کامنته و اگر کنترل یو کنم در واقع اومدم سورس کد داخل بروزر رو دارم میبینم، اون کامنت اینجا هم وجود نداره. حالا این که سورس کد داخل کد به چه دردی میخوره و اصلا چرا من الان آوردمش جلوتر بهتون توضیح میدم. خب پس کامنت ها توضیح دادم برای چی؟ خب دو حالت هم داریم. یکی این که کامنت یک خطیه که همینطوری می‌نویسیمش. بریم سراغ یه کامنت چند خطی هم براتون بنویسم. من اینجا اکو کنم template to echo و اینجا بخوام چند خط توضیح بدم. مثلا بگم که this is template code for use of echo in PHP. اینجاش هم مثلا بیام چه بچه‌ای اومدم code for. خب اینجا من این دو خط رو میخوام تبدیل کنم به کامنت. اینجا یک اسلش ستاره باید بذارم
و جایی که تموم میشه یه ستاره اسلش باید بذارم. این باعث میشه که این دو خط رو برای من کامنت کنم. من خیلی هم اینجا میتونم شیکدارش بکنم، بیام توی کامنت ها هم حتی اون قضیه تو رفتگی ها رو رعایت بکنم و شیک‌تر بشه. فکر کنم یه سری غلط املایی هم داخل اینا دارم، خودتون چیز کنید، من زبانم زیاد خوب نیست. پس اینم دو نوع نحوه کامنت گذاشتن داخل کدهای PHP هست که اگه من برگردم داخل فایل بروزرمون و اجراش بکنم، اینجا شو داره اکو اولیه میزنه، از اینجا به بعدش هم اکو دوم داره چاپ میکنه. خب من اگر اینجا یه دونه تگ بیار HTML بذارم، خب در رفرش بکنم، ببینید این میره سطر پایین، چون که بیار توی HTML همون کار بریک رو انجام میده و میبره سطر پایین. یه در واقع ویدیو آموزشی کوتاهی هم من براتون درست خواهم کرد که تگ های مهم HTML رو با هم دیگه کار بکنیم که وقتی میایم داخل آموزش PHP دیگه HTML رو یاد گرفته باشیم. هرچند که انتظار میره افرادی که دوره رو نگاه میکنن HTML رو یه نیم نگاهی داشته باشن، اما باز من با این روی کرد این ویدیوها رو ضبط میکنم که اشخاصی که ویدیو رو مشاهده میکنن چیزی از زبان برنامه‌نویسی PHP متوجه نیستن، کار نکردن و همچنین در رابطه با برنامه‌نویسی بک‌اند هم اطلاعات کافی ندارن. اینجوری حداقل امیدوارم افرادی که میترسن وارد یک حوزه بشن یا اینکه فکر میکنن که اگر پیش نیازی کم دارن دیگه نمیتونن توی اون حوزه فعالیت کنن یا ویدیوهای آموزشیش رو جلو برن، ترتشون بریزه و بیان وارد عمل بشن. ضمن اینکه شما میتونید با کامنت های خودتون توی چه کانال، چه گروه و چه وبسایتمون بیاین سوالاتتون رو بپرسین تا اون موارد رو براتون برطرف کنیم، هیچ موردی نداره. اینم از کامنت ها. بریم سراغ مورد بعدی که با هم دیگه باید کار بکنیم. خب ببینید ما در ابتدای ساخت این کد پاکش بکنم، اینجا یه صحبتی کردیم در رابطه با اینکه پسوند فایل باید PHP باشه و حالا داخل فایل PHP ممکنه کدهای HTML استفاده بکنیم. فکر کنم توی جلسه قبل من در رابطه با این موضوع و تلفیق کدها با هم دیگه یک صحبتی داشتیم. اما اینجا هم تلفیق کدهای HTML و PHP رو که تقریبا میشه گفت خیلی زیاد اتفاق میفته با هم دیگه کار میکنیم. همین الان من یک نمونه کد اکو گذاشتم که داخلش بیار هم بود، اما مجددا من میخوام یه کاری رو انجام بدم. کل کدهای PHP رو اینو میدونیم که الان توی این فایل PHP اگر این تگ ها رو بذاریم و کد PHP بنویسیم اجرا میشه، اما همه اینها رو پاک میکنم و میام یه تگ HTML اینجا باز میکنم، در واقع یک ساختار HTML ایجاد میکنم. HTML خب یه تگ هد داره، اینجا هد بسته، یه تگ بادی داره که بادی هم اینجا بسته، کلا دوست نداره ما رو. خب یه تگ تایتل داره، خیلی نمیخوام شلوغش کنم، فقط همین که ساختار کد HTML باشه. اینجا هم مثلا بگیم که PHP class و توی بادی هم بگیم که welcome to this site مثلا Ctrl S. خب این میشه ساختار یک کد HTML. HTML داره، هد داره، تایتل داره، بادی داره، میتونه متا تگ هم داشته باشه. بله ماشاءالله. میام اینجا این صفحه رو رفرش میکنم، ما کلا کد HTML نوشتیم داخلش، اما فایل PHP. پس این موضوع اینو به شما میرسونه که داخل فایلی با پسوند PHP میتونید هر چقدر میخواین فایل HTML بنویسیم بدون استفاده از هیچ تگ یا یک در واقع نشانگر خاصی، انگار که فایل HTML، انگار سند HTML و
هر چی میخواین داخلش میتونین کد HTML بنویسین. اما اگر ما لابلای این کدهای HTML بخوایم از دستورات PHP استفاده بکنیم، مثلا اینو ما با دستور PHP بخوایم بنویسیم، خب مجددا چه کار میکنیم؟ اینجا همون قضیه که عرض کردم خدمتتون، ابتداش اینو میذاریم، انتهاشو میبندیم، دستور PHP رو مینویسیم، اینو میذارم و سمیکالن. خب من اگر این رو سیو بکنم و بیام اینجا رفرش بکنم، هیچ تغییری داخلش اعمال نمیشه. اوکی، یعنی در واقع این یه تیکه با PHP اجرا شد اما باقیش با HTML اجرا شد. این خیلی متداول خواهد بود توی کارهامون و با هم دیگه انجام خواهیم داد. حالا اگر داخل این تگ PHP، یعنی در واقع قسمتی که PHP نوشتیم، بخوایم یک کد HTML بنویسیم، حتما باید اکو بکنیم و کد HTML رو بنویسیم. من مثلا اینو در واقع کد HTML مینویسم، H1 بسته و اینا رو لابلاش میذارم. نگاه کنید، پس یه تیکه کد HTML رو من اومدم داخل اکو تگ قسمت PHP نوشتم. اینجا رفرش میکنم، ببینید اون H1 اعمال شد، بعد داره H1 کارشو انجام میده. این هم تلفیقی از کدهای HTML و PHP. اما اینو دقت داشته باشید، همه این کارهایی که کردم داخل یک فایلی با اکستنشن PHP، یعنی با پسوند PHP بود. اگر این فایل پسوندش HTML باشه، داخلش دیگه نمیتونیم از کدهای PHP استفاده بکنیم و دیگه کامپایلر PHP اونها رو اصلا نمیتونه کامپایل بکنه. اینو دقت داشته باشید. پس اینا تلفیقی از کدهای PHP و HTML. سرفصل بعدیمون ببینیم چی هست. جایگزینیه. بله، این رو هم که توضیح دادم خدمتتون. اوکی، مواردی که تا اینجا خدمتتون عرض کردم تمام جزئیات ابتدایی بود که یک برنامه‌نویس PHP نیاز داره بدونه که فایل ها برای PHP بودن به چه چیزی نیاز دارن و اینکه چطوری اجرا میشن توی براوزر، چجوری اجرا میشن، آیدی ها رو، آیدی خودشون رو انتخاب بکنن. الان همه چی مهیا هست برای اینکه شروع بکنیم سینتکس خود دستورات PHP رو با هم دیگه کار بکنیم و هرچه سریعتر وارد پروژه اول بشیم. آموزش هایی که بنده پیش رو گرفتم و میخوام بذارم در واقع آموزش هایی هستن که همه پروژه محور هستن و فکر میکنم که پروژه محور بودن یک آموزش خیلی کمک میکنه به اینکه اون نوآموز خیلی براش جا بیفته کدها و بفهمه کجاها میخواد ازش استفاده بکنه. ببخشید. ضمن اینکه ما روش آموزشمون رو آموزش میکرو لرنینگ لحاظ میکنیم و به صورت لقمه یا کوچولو آموزش ها رو توی ویدیوها انتقال میدیم، این هم خودش یک کمک خیلی به سزایی میکنه داخل اینکه شما بتونید اون مباحثی رو که دارین یاد میگیرین خیلی آروم آروم به حافظه طولانی مدتتون بسپارین. خب یه مبحث خیلی مهمی هم هست که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم. استفاده کردن از چت بات ها مثل چت جی پی تی یا امثالهم خیلی خیلی میتونه کمک کنه. مثلا همین الان توی ابتدای دوره من برای آموزش نیومدم بیام تاریخچه رو برای شما توضیح بدم، انواع ورژن PHP رو توضیح بدم، چون که اینها رو خیلی راحت میتونید شما با استفاده کردن از چت بات ها به دست بیارین. هرچند که ما جلوتر هم که میریم شما کدهای خیلی پیچیده تر رو زمان برای نوشتنش شاید نذارید، خیلی راحت با یه چت بات صحبت بکنید و اون مواردی رو که مد نظرتون هست براتون بنویسید. آخه خیلی از کسایی که تدریس میکنن و خیلی از اساتید خیلی مخالف چت بات ها هستن و یه گارد خیلی محکمی دارن، در صورتی که اتفاقا چت بات ها خیلی گزینه مناسب و خیلی ابزار مناسبی برای کمک کردن به نوآموزا هستن. هرچند که من خودم دارم مشاهده میکنم نه تنها توی نوآموزا بلکه کلا در همه سطوح مختلف افراد از چت بات ها دارن استفاده مفید میکنن.
امیدوارم که موفق و مؤید باشین. در جلسه بعد انشالله و شروع سینتکس PHP در خدمت شما خواهیم بود.